همونطور که میدونید آمریکا یکی از بزرگترین تولید کننده های نفت جهانه. فکر میکنید چرا هنوز توی خاورمیانه حضور نظامی داره؟ چرا هنوز میلیاردها دلار صرف امنیت انرژی میکنه؟ اگر نفت داره دنبال چیه؟ شاید مسئله نفت نباشه. طبق آمار رسمی در سالهای اخیر آمریکا به یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان تبدیل شده. حتی تو بعضی از سالها از عربستان سعودی جلو زده. پس منطقیه بگیم وابستگی تموم شده، درسته؟ اما نه کاملا. نفت آمریکا بیشتر از نوع شیل و سبکه، ولی خیلی از پالایشگاه‌های آمریکا برای نفت سنگین طراحی شدن. حالا این یعنی چی؟ یعنی آمریکا همزمان هم صادر کننده بزرگ هم وارد کننده بزرگیه. عجیب نیست؟ کشوری که نفت داره بازم میره نفت میخره. اما این تازه سطح ماجراست. نفت فقط سوخت نیست. نفت یعنی کنترل قیمت جهانی، کنترل عرضه و مهمتر از همه کنترل دلاری که باهاش معامله میشه. وقتی نفت با دلار قیمت گذاری میشه، تقاضا برای دلار بالا میره و این یعنی قدرت مالی. اینجاست که یه سوال مهم پیش میاد. اگه کشوری بخواد نفت رو با ارزی غیر از دلار بفروشه چی میشه؟ در چند دهه اخیر هر کشوری که سعی کرده ساختار فروش نفت رو تغییر بده با فشارهای اقتصادی و سیاسی مواجه شده. به نظر شما این تصادفه یا سیستم جهانی انرژی خیلی حساس‌تر از چیزیه که فکر می‌کنیم؟ تصور کن اگه فردا خاورمیانه دیگه تحت نفوذ آمریکا نباشه و نفت منطقه با ارز دیگه ای معامله بشه چی میشه؟ بذار اینجوری بهت بگم که بازار جهانی وارد شوک بزرگی میشه. ارزش دلار تغییر میکنه و موازنه قدرت جابجا میشه. پس شاید مسئله این نباشه که آمریکا نفت نداره. شاید مسئله اینه که آمریکا نمیخواد کنترل بازار نفت جهانی رو از دست بده. مشکل نفت آمریکا فقط کمبود نفت نیست، ناهماهنگی‌های زیرساخت‌ها هم هست، اما مهمتر از اون جایگاه نفت در ساختار قدرت جهانه. نفت مثل یه اهرم نامریه و کسی که این اهرم رو داشته باشه میتونه جهت اقتصاد جهانی رو تغییر بده. حالا یه سوال، اگه دنیا واقعا به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر بره و نفت اهمیتش کم بشه، کدوم کشور بیشترین ضرر رو میکنه و آیا ممکنه بازی انرژی قبل اینکه تموم بشه خیلی پیچیده‌تر بشه؟ خیلی خوشحال میشم اگه نظرتو برام بنویسی.